سلام، مرسی که تو این ویدیو همراه ما قراره تو این کانال هم آشپزی کنیم هم کار هنری. داریم از صفر شروع میکنیم، میخوایم هیجان انگیزترش بکنیم و مجهزتر. در کنار شما لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون داریم. ادامه ویدیو رو با ما باشین. خب این قراره بشه یه سینی چای خفن که همین امروز هم افتتاحش میکنیم. این چیزی هم که الان دارم میزنم پرایمره، برای اینکه رنگ کمتری مصرف بشه و رنگ بهتر بشینه روی چوب. امروز میخوام یه بابیشکا درست کنم که یه غذای شمالیه. از این چاقو هم همیشه دوست داشتم، نه این ادای نون رو در میاره. من خدای عاشق این چاقو بودم، خیلی باحاله. خب دیگه الان رسیدیم به مرحله جذاب که همون رنگ کردنه. خب رنگ سینی خوش شد. الان اینم یه کاغذ ترانسفره که باید سایزش رو اندازه بزنم اینجا با خطکش و ببرم و بزنم کف سینی. خب این کاغذ دکوپاژش رو برش دادم، بذارم اینجا باد نبره. اینم چسب دکوپاژه. ببین هم برای کاغذ ترانسفر هم برای دکوپاژ.
خب رسیدیم دوباره به مرحله‌ای که تخصص منه، پتینه کاری و کهنه کاری. این رنگی هم که می‌بینید رنگ کهنه کاریه. زهر رنگ رو باید حتما روی روزنامه بگیرید. اینم مرحله آخر که وارنیش باید بزنیم. بفرمایید چای زغالی تو سینی هنری. فقط این که ما توی این ویدیو یه کلکی زدیم. باهوشا بگن دیگه. اگر حدس بزنید توی کامنت ها بنویسید، منم توی ویدیوی بعدی بهتون میگم کلکه چی بود. بفرمایید چای. و اینم نتیجه کار. اینم سینی خوشگلمون، غذای خوشگلمون. خب اینم سهم کسایی که بهش نیاز دارن. دیگه وقت تنگه و باید بریم. وقت غذاست. وقت نداریم حرف بزنیم. آقا خواستیم بهتون بگیم که ببخشید من خیلی گرسنه‌ام. لطفاً به ما بگین که توی این ویدیو به نظرتون چه کمبودایی داشتیم ما که بعد برای دفعه بعد که میایم حتما اونا رو تهیه کنیم، و اینکه اصلا بگین دوست دارین از این دست ویدیوها براتون بسازیم یا نه. شما هستید. خدا نگهدار. لطفاً هم کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستیم. لایک کنین، شیر کنین، بذارین ما دو قرون پول دراریم دیگه بابا دیگه. خدافظ.